پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که خداوند روز قیامت 7 گروه را زیر سایه عرش خویش قرار میدهد. روز قیامت در آن گرمایی که آفتاب به اندازه 1 میل بالای سرت نزدیک می شود و انسانها تا زانویشان، تا رانشان، تا نافشان، تا سینه و تا گلو در عرق غرق هستند، اما الله تبارک و تعالی در آن گرمای شدید 7 گروه را زیر سایه عرش خویش قرار میدهد. اولین کسی که زیر سایه عرش پروردگار است پادشاه عادل است، پادشاهی که امیرالمومنین، خلیفه‌ای که عادل بوده باشند، همه رعیت را به یک چشم ببیند، الله تبارک و تعالی روز قیامت را زیر سایه عرش قرار میدهد. دومین کسی که زیر سایه عرش پروردگار می باشد جوانی است که از جوانی، از آغاز بلوغ تا حین پیری و وفات به عبادت خدا بزرگ شده باشد. همیشه تعلقش با مسجد است، همیشه نماز 5 وقتش را میخوانه، روزه رمضانش را میگیره، رفت و آمده در مسجد داره. پس این جوان که با عبادت خدا بزرگ شده روز قیامت امتیازش این است که زیر سایه عرش پروردگار می باشد. سومین کسی که زیر سایه عرش پروردگار است دوستای عزیز مسلمانی است که قلبش معلق به مسجد است. وقتی نماز ظهر می شود دلش آویزان است، اگرچه کار شدید داشته باشه کارش ترک میکنه، میاد نمازش میخواند، دوباره به سر کارش میره. وقتی نماز عصر عین شکل، نماز شام، نماز خفتن، نماز صبح، از شیرینی خواب برمیخیزد، میاد وارد مسجد میشود، جماعت را فرا میگیرد و بعد از آن به سوی کار و کسبش میرود. این انسان در روز قیامت الله تبارک و تعالی زیر سایه عرش قرار میگیرد. چهارمین گروهی که زیر سایه عرش پروردگار میباشد دوستای عزیز جوانی است که یک خانم صاحب منصب و جمالی، ازش تقاضای نامشروع دارد که همراه من رابطه نامشروع برقرار بکن، زنا بکن، اما این میگوید که انی اخاف الله، من از خدا میترسم. به پاس این ترسش از خدای لایزال الله رب العزت و جلال روز قیامت زیر سایه عرشش قرار میگیرد. خداوند جل جلاله جوانای ما را چنین توفیق برایش نصیب فرماید. پنجمین گروهی که زیر سایه عرش پروردگار است مسلمانی که در گوشه مسجد، در گوشه خانه نشسته یاد پروردگار را میکنه اما اشکای سرازیر میشود. به الله تبارک و تعالی دست به دعا بلند کرده اشکای سرازیر میشود، گریان میکند، با یاد خدا در دلش چنین غمی میافتد. الله تبارک و تعالی روز قیامت این انسان به زیر سایه عرش قرار میگیرد. و ششمین گروهی که زیر سایه عرش پروردگار است مسلمانی که با دست راستش صدقه میدهد، دست چپش آغاز نمیشه. یعنی فقط هدف از صدقه دادنش این است که تا خدا بفهمد و من و این فقیر، کسی دیگه این تا ریا نشود. این انسان به الله تبارک و تعالی روز قیامت زیر سایه عرش خویش قرار میگیرد. هفتمین گروهی که زیر سایه عرش پروردگار روز قیامت قرار میگیرد دوستای عزیز مطابق موضوع امروزی ما مسلمانی است که دوستی و دشمنیش برای خداست. کسی را دوست هم می‌داره به خاطر الله دوست می‌داره و با کسی دشمنی هم میکنه به خاطر الله دشمنی میکنه. این 7 گروه روز قیامت زیر سایه عرش پروردگار میباشند.